البته این رو هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد. حالا این آقا هم همینطور مرتباً ادعا میکنه ولی ما ناب آوردیم و چه کردیم. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بو خواهد زد. اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، ارتش کشورهای اروپایی گروه تروریستی محسوب می شوند و عواقب این اقدام به عهده اتحادیه اروپا خواهد بود. آمریکا